ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین از آمریکا تقاضا کرد که به حمله‌های گسترده اخیر روسیه به کیف واکنش سختی نشان دهد که در آن از جمله اولین بار بعد از شروع جنگ یک بینای حکومتی هم هدف قرار گرفت. ولادیمیر زلنسکی افزود یک واکنش عظیم از شریکان ما به حمله امروزه ضرور است. ما انتظار عکس‌العمل قوی از آمریکا هستیم. بینای کابینه وزیران آسیب دید. در سراسر کشور بیش از 40 نفر مجروح شدند و 20 حالت در کیف ثبت شده است و عائله‌ها و نزدیکان کشته شده‌ها تسلیت بیان می‌کنند. زلنسکی بار دیگر به تحریم‌های قوی‌تر ضد حکومت و شخصیت‌های جداگانه روسیه دعوت کرد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ که رهبر روسیه ولادیمیر پوتین را تحسین کرده و از رابطه‌های دوستانش گفته است، از آنکه او آتشبس را با اوکراین رد کرده به گفت و شنید مستقیم با زلنسکی بی‌میلی نشان می‌دهد تا رفت بیشتر ناراحت می‌شود. ترامپ گفت از حمله‌های افزاینده روس‌های اخیر به شهرهای اوکراینی بسیار ناامید شده است و این چیز او را به فکر جاری کردن تحریم و تعرفه‌های نو علیه روسیه وادار می‌کند، هرچند تا حال هیچ عملی در این سمت انجام نداده است. روز 7 سپتامبر وقتی خبرنگاری در کاخ سفید از ترامپ پرسید که کی او می‌تواند تحریم‌های نو را جاری کند، او گفت در دوام چند روزی بعدی ما این کار را خواهیم کرد. ما این کار را به انجام می‌رسانیم. من مطمئنم که این کار را خواهیم کرد. کیت کلاک فرستاده ویژه امریکا در شبکه ایکس نوشت که حمله‌های مرگبار اخیر روسیه به کیف بیانگر آن است که مسکو در تلاش گسترش جنگ است. صبح 7 سپتامبر روسیه با پرتاب بیشتر از 800 پهپاد یا درون و موشک‌ها در سراسر اوکراین به قول مقامات کیف عظیم‌ترین حمله انجام داد. در نتیجه 4 نفر کشته شدند. 2 بینای بلند آشانه استقامتی در شهر کیف قسماً خراب شد. بینای دیوان وزیران و هم خانه‌های مقامداران و وزیران حکومت اوکراین در مرکز شهر کیف جایگیر است. در گذشته روسیه بیناهای حکومتی را در مرکز کیف هدف قرار نمیداد و مرکز شهر از منطقه‌های خوب محافظت شونده دانسته میشد. در یکی از چنین حمله‌ها دفتر رادیو آزادی هم آسیب دیده بود. نخست وزیر یولیا سویدرینکو درباره خراب شدن بام و زینه‌پایه‌های آشانه‌های بالای بینای کابینه وزیران خبر داد و گفت که برای گرفتن پیش راهی ماشین جنگی روسیه که از نفت و گاز پر می شود باید تمامی کار را انجام داد.